در جوانی اگر تو پاک باشی این شیوه پیغمبری است. خداوند تعجب میکنه از پیر سال خورده با تقوا خدا ترس، اما تعجبش از جوانه که شهوت درش قوی است، غرور جوانی، غفلت و تعجبش به مراتب یک جوان مطیع از اون پیر مطیع بالاتره. خداوند تعجب میکنه از جوانی که گناه میکنه، ولی تعجبش از پیری که گناه میکنه و توبه نمیکنه به مراتب بالاتره. یکی از اون 7 گروهی که خداوند زیر سایه عرشش در دشت محشر روز قیامتشون نگهداری میکنه، شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی که نشأتش بر طاعت خدا بوده، توی خانواده مؤمن موحد خدا ترس به دنیا آمده و رشد کرده، نشأتش بر طاعت خدا بوده. و امروزه کم نداریم، جوانای مطیع کم نداریم، جوانای پاک کم نداریم، اگر اون اصلا قابل شمارش نیست.